یاری تعجیلی گوش میکنم. چی شکایت دارید؟ بیماری درون روی؟ مراجعه شما قبول شد؟ دکتران به نزد شما روان کرده می شود. درونروی یا خود دیاره بیماری موسمی بوده، اون رو بیماری دستون افلاس نیز مینامد. دوام آغاز موسمی این بیماری همه روزه به بیمارخانه کسل هوی سرایت کننده شهر خوجند 9-10 نفر مراجعت میکنند. حالتهای گرفتار شوی به این بیماری این رعایت نکردن گیگین شخصی از جانب هر یک شخص میباشد. یا دستش ناشسته مثال خوراک استعمال کنندگان به این بیماری گرفتار میشود. نشانهای اولی بیماری این قید کنی، بازمانی از اشتها، درون روی، حرارت بلندی. سبب در این فصل زیاد گردیدن بیماری درون روی این استفاده زیاد تر میوه و یا ناشسته خوردن این اون محصولات به حساب می رود. هنگام سر زدن نشانه های اولین بیماری به خود طبابت کنی مشغول نشوید، زیرا آن می تواند حالت های وزن را به بار آورد. میگوید رستم بوریبویف، سردکتر بیمارخانه کسل هوی سرایت کننده شهر خوجند. در حالتی که دیر مراجعت نمودن، در حالتی که به خود معالجگی مشغول شدن، بسیارتر کودک، خیلی که میدونیم این به این بیماری بسیارتر کودکان گرفتار میشوند. با اوریزه های این بیماری مراجعت نمودنشان ممکن. اوریزه های این بیماری به مانند فلجی روده ها، دیوی سیندروم، سیرویتی تاکسیکی، سیرویتی، این چنین اوریزه خاص می باشد که تبابت آن البته مشکل تر می باشد. بیمارخانه کسل هوی سرایت کننده شهر خوجند امروز برای قبول و تبابت نفرانی که به این بیماری گرفتار می شوند آماده می باشد. هنگام سر وقت مراجعت کردن بیمار می تواند زود شفا یابد. مثلا در وقت تابستان یعنی که گرما بیماری های شدید روده معده، این بیماری های سیرویتی موسمی می باشد. باید که هر یک انسان خودش قاعده معیارهای گیگینی را رعایت کند، یعنی که پیش از استعمال ترمیوه ها باید که ما باید آن را نقص شوییم بعد استعمال کنیم. هنگامی که مراجعه شهروندان با تشخیص درونروی شدید، عین حال بیمارخانه با داروواری، موادهای بی‌ضررگردانی، محلول‌های اینفوزیونی پر تامین میباشد. اساساً داروواری ها تا 70-80% گوییم تامین میباشد. بیماری درونروی بیشتر در بین کودکان اوج میگیرد و کودکانی که با غذای صنعی به وای میرسند مسئولیت آنها پست بوده گرفتار شوی به هر گونه بیماری‌های سرایتی علل خصوص درونروی زیاد میباشد. مثلا وزنین‌تر گذراندنش هم ممکن. آن کودکایی که مثلا با شیر مادر تام میباشند آنها سبک میگذرانند. همین بیماری یک درون روی هم نیست، دیگه بیماری سرایتی هم نیست، سبکتر میگذرانند چون مسئولیت آنها بلند میباشد. با گفته سردکتر بیمارخانه کسل هوی سرایت کننده شهر خوجند رستم بوریبویف، راه اساسی تبابت این بیماری این رعایت گیگین شخصی و زود مراجعت کردن به طبیب می باشد. امروز در بیمارخانه برای تبابت بیماران 270 کت تبابتی از آن جمله 150 کت برای کودکان و 40 کت برای زنان فعالیت میبرد. اینچنین 5 شعبه تبابتی و 3 شعبه یاری رسان در بیمارخانه کسل هوی سرایت کننده شهر خوجند فعالیت میبرد. گزارش سید مختار سید انور، نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.